اگه فکر می‌کردین هاند ارچل دیگه سوژه جدیدی نداره، سخت در اشتباهین. چون این بار فقط با چند جمله انگلیسی دوباره اسمش رو به ترند اول شبکه‌های اجتماعی ترکیه تبدیل کرد. ماجرا از اونجایی شروع شد که هانده به عنوان سفیر برند بین‌المللی جواهرات پوملاتو در یک مراسم لوکس در استانبول شرکت کرد. همه چی عالی پیش میرفت تا زمانی که هانده تصمیم گرفت به زبان انگلیسی یه سخنرانی کوتاه کنه. و درست همون لحظه انفجار نظرات شروع شد. عده‌ای گفتن هانده داره سطح سلبریتی‌های ترکیه رو بالا میبره. ولی بعضیا هم با طعنه گفتن اول یاد بگیر درست انگلیسی حرف بزنی، بعد سفیر برند جهانی شو. در فضای مجازی بحث بالا گرفت. از لهجه‌اش گرفته تا نوع بیانش. اما واقعیت اینه که هانده خودش قبلا گفته بود داره کلاس زبان میره تا بتونه بیشتر بین‌المللی بشه و با طرفدارای خارج از ترکیه ارتباط بگیره. به نظر میرسه این اتفاق فقط یه سخنرانی ساده نبود، بلکه شروع جدی‌تر مسیر جهانی شدن هانده ارچل بود. از مجله‌های ایتالیایی گرفته تا همکاری با برندهای لوکس اروپایی. اون حتی اولین بازیگر ترک بود که روی جلد مجله گراتسیا ایتالیا رفت. پس شاید حق با طرفداراش باشه که میگن هانده داره مسیر جدیدی رو برای ستاره‌های ترکیه باز میکنه. آیا هانده باید برای حضور جهانی بیشتر تمرین کنه؟ یا همین جسارتش کافیه که یه قدم بزرگ حساب بشه؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین چون ما قراره بهترینا رو تو ویدیوی بعدی بخونیم. فراموش نکنین لایک و سابسکرایب کنین چون این تازه شروع حاشیه‌های داغ‌تره.